سلام دوستای من. امروز با یه ویدیو جدید اومدم که بهتون بگم چطور برای مرغ عشق یا عروس رندی یا پرنده دیگه ای که دارید جادانه ای درست کنید. اول یه تخته برمی دارید، بعد یا با چسب قطره یا رازی اینجا رو یکم چسب میزنید و این تخته کوچیک رو میذارید. بعد چهار تخته روی این میذارین به این شکل که دارین میبینید. بعد داخل اینجا اگه عروس رندی است ارزن میریزین، مرغ عشق است ارزن میریزین. خلاص اینکه دانه مخصوص پرنده‌تون رو میریزین. تا ویدیوی دیگه خدا حافظ. دنبال کردن، لایک کردن یادتون نره.